مبارزه مقامات تاجیکستان با سطر و حجاب به مرحله نو وارد شده است. مقامات می‌خواهند ورود زنان و دختران را به اداره‌های دولتی و خصوصی قانوناً منع نمایند. یک گروه مخصوصی کاری در نزد مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان به تهیه طرح پرداخته است آن ورود زنهای حجابدار را به تمام اداره و مؤسسه ها ممنوع کند. این نخستین اقدامی از راه قانون محدود کردن پوشیدن روسری و حجاب در تاجیکستان است. این طرح قانون با پیشنهاد کمیته کار با زنان، تصدیق دادستانی کل و سپارش دستگاه رئیس جمهور آماده شده است. تا به حال مقامات بیشتر از راه دستور و فشارها پوشیدن لباس مذهبی را محدود می‌کردند. آنها می‌گفتند که این بخش لباس زنانه به فرهنگ ملی مردم تاجیک بیگانه است. این طرح را روز 18 دکبر در جریان یک نشست یا میز گرد در دوشنبه نمایندگان تمامی وزارت و اداره‌های دولتی تاجیکستان بررسی خواهند کرد. با گفته کارشناسان قبول این قانون که نقض حقوق میلیون‌ها زن تاجیک است میتواند باعث موج نو هجرت مردم از تاجیکستان شود. عبدالمنان شیرالیف کارشناس تاجیک میگوید این طرح نه تنها ضد کنستیتوسیونی، ضد دینی و ضد مردمی است، بلکه تحقیر سراسری حداقل نیم زنان تاجیک و دست‌درازی با ناموس مردان کشور میباشد. نامردمی‌تر از این قانون تا حال در کشور قبول نشده است. دستاندرکاران این طرح که البته برای کدام منافع شخصی یا گروهی اقتصادی به این کار دست دادند، باید بدانند که شاید منافعشان را برآورده سازند، اما تا ابد نامشان را نزد خدا و بندگانش سیاه خواهند کرد. شاید در حالتهای مجبوری به خاطر مثلا وارد شدن به بیمارخانه زنان مجبور به بدر کردن سطرشان شوند، ولی این تحقیر سختی به آن زنان و مردان خانواده‌شان است. تحقیر را کم کسان فراموش میکنند و آن حتما روزی به واکنش شدید مواجه خواهد شد. هیچ مردی با ناموسی هم در کشوری که خانومش، دخترش، مادرش دیگر حق ورود با سطر را حتی به بیمارخانه ندارند طاقت نخواهد کرد. حداقل آن را ترک میکنند. قبول این قانون باعث موج نوی مهاجرت شده هزاران خانواده دیگر به خارج خواهند رفت. شاید یکی از هدفهای مقامات از قبول این قانون هم همین باشد که دینداران اصیل را مجبور به ترک کشور ساخته خود را از درد سر خلاص کنند. ولی باید بدانند که هر قانون ضد مردمی بالاخره بر ضرر زمامداران تمام می شود.